تغییراتی که در سرک کوتل آمده و همش دیگه در ادامه همراه ما باشین. میبینیم فعلا در بازار سرای شمالی هستیم. ببینیم که چی میشه. مالتر ببینیم، یعنی کینو از دوستان ببینیم کینو هم اومده. اینجا سودا میگیرم کجا هستی تو؟ شاید بسیار قیمت باشه. کینو هست این بسیار قیمت دوستان عزیز، چون راه پاکستان بسته هست دیگه. کینو مثال نیست. اگر دوستان مولی سفید باورتان میشه که هر دانه 20 افغانی 25 افغانی بود، حالا اون 5 افغانی است. حرکتی باید پروش شده دیگه. شو الاخو بوشین لالا جبره اینجا میگی. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، ما در سرای شمالی شهر کابل آمدیم و همتون میخوایم بریم اون بالا و از تغییراتی که در سرای شمالی کابل با وجود آمده دیدن بکنیم. تغییراتی که در سرک کوتل آمده و همش دیگه در ادامه همراه ما باشین. میبینیم فعلا در بازار سرای شمالی هستیم. ببینیم که چی میشه. سر رای خودتان میشنوین دوستان عزیز، حاجت به گپ زدن ما دیگه هیچ نیست. کچالو رو ببینیم، کچالو یک چند دسته ترکاری هم بگیریم دوستان عزیز که خوب ترکاری تازه هست. چی میخواین دوستان عزیز چیز موجود نیست. هر چیزی که بخواین سرای شمالی پیدا میشه از میوه ترکاری. بدل قصر لباس پالاک گندنام دوستان عزیز بسیار زیاد ترکاری ببینیم. یاره دوستان عزیز به شب آمادگی میگیرن، چراغا را یا میتن چراغا را به شب کسایی که میتن بفروشن روشنی داشته باشن. هم بیخی دوستان عزیز یک قسم گنگس میشه سرای شمالی، هم سر صدا و هم دیدبار یک قسم آدم تو بیخی مشترک میشه. میوجات رو بینین، انار رو بینین دوستا، میوه رو بینین، سیب رو بینین، مالته رو بینین. یعنی کینو از دوستان بینین کینو هم اومده. اینجا سودا میگیرم کجا هستی تو؟ شاید بسیار قیمت باشه. کینو هست این بسیار قیمت دوستان عزیز، چون راه پاکستان بسته هست دیگه. کینو مثال نیست. اگر میرگه سالا کینو پر میبوتی بخشه. میدونیم شما بازار دوستا که چی حال است.
آموزش شکاری هم از دوستان عزیز این دوستایی که شکار شدن از اونا رو یک کوفته جور میکنن. چه گاه هوای دارم امروز کابل دوستان عزیز، چقدر پاک است. میبینین آسمانه، هوا امروز نسبتا پاکتر است. گور نایشکری کلی اشتباه بکنید. سرسرار دوستان عزیز به حد اندازه زیاد هست. اینی سرک تازه قیف شده دوستان عزیز. در ویدیوی که از سرای شمالی بود تغییرات شدیدیم. این سرک خیر مینداختن. مولی ارزان شده دوستان. مولی سفید باورتان میشه که هر دانه 20 افغانی 25 افغانی بود، حالا اون 5 افغانی است. حرکتی باید فروش شده دیگه. جای لاکو بوشین والا نمره اینجا میگی خودش رو برام بازار شد. بازار سرای شمالی بسیار کلان از دوستان عزیز، بسیار بزرگ است و هر چیزی که بگوین پیدا میشه. از این جای اون طرف بازار خلاص میشه و میره طرف تهیه مسکن دوستان. باشو میشه بعد دوستان عزیز امیدوارم که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه‌تان به الله متعال پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان.